اینک پس از دو روز سبقت‌های ذهنی و جسمانی چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان و مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان جنبست و غالبان اساسی معین گردیدند. مراسم قدردانی و جایزه سپاری به غالبان این چهاربینی‌ها با اشتراک معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، نمایندگان کمیته‌های رشد سیاحی و کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دانشجویان و آموزگاران دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار گردید. طور تاکید شد چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان از جانب رهبریت این مؤسسه تحصیلات عالی مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره تطبیق هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف تشکیل و برگزار کرده شد. سه چهاربینی سطح جمهوریوی برگزار و جنبست کرده شد. چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، مسابقه فوتبال خرد بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حدود شهر دوشنبه برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و یارمارک نمایشگاه جایهای کار خالی و جلب کارخانه و مؤسسه‌های استحصالی و خدمترسانی وطنی. در چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان از 29 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مملکت 163 نفر دانشجو از روی 6 فن از جمله متماتیکا، فیزیکا، شیمیا، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، جغرافیا و حقوق با هم سبقت نمودند. همین طریق در اساس جنبست کار کمیسیون آزمون 5 نفر صاحب جای یکم، 4 نفر صاحب جای دوم و 5 نفر صاحب جای سوم گردیدند. همزمان 22 نفر دانشجوی فعال آزمون با افتخارنامه دانشگاه قدردانی کرده شد. جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در خود این مؤسسه تحصیلات عالی مملکت باقی ماند. همین گونه برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در دایره هم‌آوازی از تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی 20 دسته از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی حدود شهر دوشنبه دوام 2 روز میان هم رقابت نمودند. از روی مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، ورزشکاران دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان را از روی این نوع ورزش دسته فوتبال بازان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سیمومین رحیموف با خود بردند. رهبریت دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در دایره دستور و سپارش‌های رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته این و به این مانند آزمون چهاربینی‌های سطحی جمهوریوی و بین‌المللی را تشکیل و برگزار می‌نماید. در مراسم جایزه سپاری به غالبان چهارمین آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان و مسابقه فوتبال خرد در دایره روز جهانی فوتبال برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان اظهار اطمینان کرده شد که ریاست این مؤسسه تحصیلات عالی مملکت برگزاری آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین‌المللی را در آینده نیز با مقصد عملی سازی دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ادامه می‌دهد.